در گذشتگان خیلی دور، جایی در اعماق یعنی تاریخ، دو کشور عراق و کرج در صلح و آرامش با هم زندگی می کردند. اما آرامش هیچ وقت ابدی نیست. کرجی ها خود را نژاد برتر می دانستند، عراقی ها هم همینطور. دو پادشاه عراق و کرج برای تعیین نژاد برتر مسابقه ای ترتیب دادند. گل یا پوچ با کارگردانی مهران اینو کی نوشته؟ مسابقه انقدر ادامه پیدا کرد که به دوئل رسید. در نهایت عراق مسابقه را با اختلاف کم برد و این موضوع به سفیدی کرجی ها فشار زیادی وارد کرد. بین دو پادشاه عراق و کرج دعوایی رخ داد. سرانجام این بحث و جدل به جنگی برگشت ناپذیر تبدیل شد. کشور تا پای خون جنگیدند، ولی عراق در آستانه نابودی بود. پادشاه عراق که نمیخواست شکست بخورد تصمیم گرفت از چیت کد استفاده کند و با لشکریانش پا به قلمرو ممنوعه گذاشت و وارد مقبره دورمین یا همون داوود بزرگ شد. خداوندگان عراقی ها چیت کد را آن کرد و با هم یک دست تخت چی؟ اینجاشو نذارم؟ اوکی. داشتم میگفتم معامله‌ای بین پادشاه عراق و دورمین شکل گرفت. دورمین قبول کرد که در ازای گرفتن پادشاه کرج به او کمک کند. عراق با کمک دورمین از کرج پیشی گرفت و به هدفش یعنی کشتن پادشاه کرج رسید. اما همه چیز تمام نشده بود. پسر پادشاه کرج که مسلط به فنون جادوگری بود با ارتش پرقدرت به سمت عراق و سرزمین ممنوعه رفت. عراقی ها را سرنگون کرده و دورمین را در مقبره زندانی کرد و بعد از دادن 16 فش کرجی آنجا را ترک کرد. سالها گذشت. فنون جادوگری نسل در نسل بین کرجی ها منتقل می شد. اما اتفاقی در حال رخ دادن بود. پسری جوان در حال حرکت به سمت سرزمین ممنوعه بود. او قصد داشت معامله‌ای خاص برای دلیلی خاص با دورمین انجام دهد. در این راه آنقدر جدی بود که حاضر بود از همه چیز خود بگذرد. سایه غول‌های عراقی. آقا میم اگه میشه این بچه اینجا بمونه نمونه رو دستمون. البته بچه که که اینطور پس عراقی ها اینجوری انعکاس نشون میدن، درسته؟ پناه بر خدا. Oh Allah the Almighty. عباس بیا بریم دیگه. الان فشاری شده میلرزه پشت گوشی مثل اینکه درست اومدیم. البته یک نکنم چون پلاکش یه ذره چقدر نمکی اگر بچه های خودمون دارن این ویدیو رو میبینن همین توی همونجا که باید میدونین، چون که ماهی باید قشنگ پخته بشه تا گوشت خوبی بده، به خاطر همین سبزیات برای ضرر بدن داره، به همین دلیل نباید ما وایپر رو بخوریم. کاملا منطقی بود.
عجب، چه جالب. صحیح، درست. آها، میشه یه برگردی؟ کجا میری؟ من مگه قرار نیست ما با هم فایت داشت؟ میشه الو، یه اهمیتی چیزی؟ الو آها، برادر اهمیت میده. وحید آقا، نام وحید آقا، شهرت گوش کن، سن همسن باباش توضیحات الان چیزاش هستش کام گناه. وحید آقا شما کجا بودین همه مدت؟ بهر پاتو تازه مانیکور که بهر بز ببینم نه یه لحظه صبر کن بز ببینم چی کار کردی. آره وحید آقا گو ببین به خدا کاری دارم میبینم که چجوری کجا رفتی. آره بدبخت، اعتماد نکن به من هیچ وقت، یعنی اعتماد کردنی نیست. اگه به حرفم گوش میکردی به این روز دوچار نمیشدی. اگه از نسل گوریلا نبودی شاید به این روز دوچار نمیشدی. بعد وقت بیچاره وحید، ببخشید من یه سری نیازام باید برطرف کنم، باید بمیری. ای بابا این چیه؟ وحید این چیه؟ آقا شوخی دستی ما داشتیم، این چیه؟ سلام، چطوری شد؟ دختر بچه‌یه؟ ببین چه داستانی واسه ما درست کردی. سکینه کلثوم. اوکی، فقط میدونی یه مشکلی که هست اینه که آخه گادپوری بیره. یه مشکلی که هست اینه که یه چایی آبی خسته برگشتیم از جنگ و هیچی نمیدی؟ تو که به ما چیزی ندادی، حداقل بریم عراکی دومو بزنیمش. عباس جان را بیفت بریم سراغ عراکی دوم ببینیم چی پختن برامون. چه سیکونه یادت میگم اینجا اصفهانه. ای بابا میگم چقدر مپش بزرگه، چون اصفهان نصف جهان. من خیلی باهوشم. اسم من جلوی چشای اوه مثل اینکه اینجاهایی، مثل اینکه یه ساختلایی پرورش میدن. همون کیوان؟ نام عمو کیوان، سن هیچی نمیدونه، توضیحات عمو کیوان. همون کیوان اینجا چیکار؟ دیدی خدا زد تو کمره بعد وقت بیچاره. گفتم تک خوری نکنید بدون من نهید اینجا، حالا که بدون من اومدی دهنتون رو سرویس صبر کن. چرا عصبی میشی؟ با حرف میتونیم حلش کنیم، آروم باش. تو مثل اینکه با حرف میونه نداری آقا کیوان. من خودم نمیدونستی، الان میزنم دهنمنتو گل میگیرم الان. صبر کن. عجیبه، واقعا عجیبه. اصلا کجا دمیج دادی به من؟ همون کیوان از همینجا شروع کنیم.
حالا من دهنت رو صاف میکنم. صبر کن. عمرن من خدام خاک بر سرت کنم. آره بعدی وقتی بیچاره. آره چی شد؟ زجه بزن. گریه کن مادرت مرده. خودت هم قراره بمیری. نگران نباش. هوای زن و بچه تو دارم. بالاخره همون کیوان ببخشید من یه سری نیازهایی دارم که باید برطرف کنم بالاخره. بعد ببینی که دیگه بالاخره شرمنده دیگه. حالا ایشالله جبران میکنم. آروم باش. چیزی نیست. آروم باش. حالا حل میشه. مشکل نیست. نه چی آروم. چیزی نیست. حالا حل میشه. همش درست میشه. ای بابا شما هم دوباره از این سیاه دارید که تا ما رو سیاه پوست نکنی ول نمی کنی. ای بابا مثل اینکه پارت بعدی رو باید تو مزرعه پنبه بگیریم. یعنی 2 تا شدید که بابا تا به اون صحنه که میخواید نرسید ول نمی کنید ما رو. مثل این که ای بابا اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام. کجا میای؟ نه اینجا دور شو هم من. تو هم هیچ فرقی. تو هم سیاهی بدبخت. تو هم سیاهی. میدونی چیه؟ به دلم افتاده که اونجا آوترو بگیرم. بر همونجا. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی دوست عزیز. خیلی از نگاه زیبات ممنونم و ممنون که به خزعبلات و چرت و پرت های من گوش و نگاهت. بذار من اینو بزنم به لپای کمرش ضربه بزنم. نه والا ما کی باشیم که قضاوت کنیم. ای وای نه یا چه ممنون که ویدیو رو دیدید. تا یه ویدیو دیگه به امید دیدار. الان میاد. من بعد خدا نگهدار. باز من یکی دید جی هاش در اومد. کاش من اینقدر دیپرسم بودم و وینچسترم همراهم بود و شیفت جی بدم. فندک کو فندک نی دستت بود دستم نی.